تاثیر داشت اصلا؟ نه خیلی. ستاره خیلی همیشه صادقه، باید اسمش صادق هدایت. فقط تون باید دستتون تون بچرخه. این از رشته خوشحال رشته رو میریزیم. اگه دستگاه حوبی داری که خیلی خوبه، فقط مواظب باشین اینجوری نگه دار که داغ بشه، جایی نذاری بسوزونی. حالا کابینه داری جایی نگه دار تو دسته. میریختی خیلی عطر میداد، به خاطر اون یه وقت نرین اونو این نصف لیوان بریزینا زیاد. سلام، روز زیباتون بخیر. امیدوارم که خوب باشین. ماه رمضون. اکرم یه سفره افطاری پهن کرده، دعوتمون کرده که بیاین. جای سیمین جو خیلی خالی که نتونست امروز کنار ما باشه به خاطر اینکه دیگه نزدیک خونه تکونی و عید و خلاص همه چی در هم پرهم. سیمینی جات خیلی خالیه. میخوایم آموزش یه دسر خوشمزه گیلانی رو داشته باشیم که قبلا ویدیوشو گذاشتم، ولی میدونم که تو این ماه رمضون به کارتون میاد. بریم افطار بکنن، بعدش بریم برای آموزش این شیرینی خوشمزه. اونایی که تازه وارد کانال شدن ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنن، زنگوله هم فشار بدن تا ویدیوهای من براشون نشون داده بشه. چه سفره ماه رمضونی پهن کرده اکرم جونی، جای همه‌تون سبز. بعد چند روز خلاصه عروس گلمون رو دیدی. سلام بچه‌های گل، حالتون چطوره؟ جای همگیتون سبز. منم بعد یه مدت خیلی طولانی اومدیم خونه اکرم جون، یعنی دور بچه‌ها همه با هم جمع شدیم. اکرم جون یه هوی زنگ زد، گفت که میخوایم همینطوری سریع مثلا سرسری یه چیزی درست کردم دور هم باشیم افطار. جای شما سبز، دعاتون هم خیلی میکنیم عزیزم. شما سلام بچه‌ها. سلام بچه های عزیز گل ستاره، جای شما اینجا سفره افطاری خالیه. ما امروز آمدیم اولی افطار، اولی رفتیم خونه عروس و گلمون، دومی رفتیم پیش اکرمجوی اومدیم. انشالله که جای شما همه خالی باشه، جای سیما خانم جون، سعید خانم جون، مرنوش جان، چی فیلم بیدیم دختر من عزیز من. انشالله که شپرک جان شمی جا همتن دوستای ستاره گل خالی جان قربان. سلام بچه‌ها، خوبین؟ خوشین؟ چطورین؟ نماز روزه هاتون قبول؟ اونایی که نماز روزه میگیرن نماز روزه هاشون قبول باشه، برای جمع هم قبول باشه. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه، همه روز نمازشون قبول باشه. امروز اومدیم مهمونی بر افطار خونه عمه اکرم. دستش در نکنه. امسال مهدی جون اولین سالیه که بچه‌ها روزه میگیره، به اصرار خودش. من اصراری ندارم واقعا، ولی خودش خیلی دوست داره. نماز همیشه میخون ولی روزه رو اولین بار میگیره. بعد منم براش یه هدیه سجاده براش گرفتم و اینا. خیلی به خاطر همین هدیه امیرعلی خیلی ذوق داره که یه روز یه کله گنجشکی بگیره که برام یه کادو بگیرم. حالا ببینیم چی میشه، اگر گرفت براش میگیرم ان بچه‌های عزیز گل، جای شما سبز دیگه. نماز روزی شما قبول باشه انشالله، همه ساله باشی، سن سالم به خانواده خود. سلام بچه‌ها، من عروس وقتا میخوام روزه بگیرم. خیلی هم عالی. همین. حالا کی میخواد وقت بشه به نظره؟ الان وقت شد، نمیشه، الان خدا خواهد. خدا خواهد. سلام دوستای عزیز، روزتون بخیر. انشالله که روز خوبی داشته باشین، نماز روزهای همتون قبول حق باشه انشالله، جاتون واقعا سبز. امروز من امیرعلی جان منو دعوت کردم، یه سفره افطار ناچیزی براشون فراهم کردم که انشالله امیرعلی تصمیم داره یک روزی جمعه‌ای رو تو ماه رمضان روزه بگیره. حالا ببینیم چیکار میکنه دیگه، حالا به اون جمعه کی میرسه، ولی قول داده که بگیره. سلام زیزی، زیبای خفتگان. خوشگله من بالاخره بعد از مدت ها زینب رو در این قاب میبینید. خیلی میدیدم که میگفتید خیلی دلتون برای من تنگ شده. میگفتم واقعا میدونستم که دلتون خیلی برای من تنگ شده. به همین دلیل گفتم که بالاخره در این ویدیو باید حضور پیدا کنم دیگه. بمیرم نفس میزنی عشقم. بله رو بچه‌ها جون دون اومدم بالا که سریع شما برسم. دانشگاه بودی؟ خسته نباشی. مرسی. بابانه عشقم
کنم. خوش اومدی. خب در ادامه داشتید میگفتید. آره دوستای عزیز، به خاطر ماه رمضان میخواستم که دوباره اگه بازم دوست داشته باشیم براتون آموزش رشته خشکار رو بذاریم، چون واقعا رشته خشکاری که توی خونه درست میشه، خونگی هستش، خیلی با کیفیت هست و خیلی سالمه و میدونی که چی داریم میخوریم واقعا. بعدش هم این که گفتم که هم به هوای ماه رمضان یه بار دیگه هم خلاصه رشته خشکار رو بذاریم که شما هم دوباره بخواید درست کنیم و ازش استفاده کنیم. عزیزانی که روزه بودن رفتن نماز، بعد میان غذا دوباره بخورن. میگم همه چای خوردن فقط. آره. بچه‌ها این شامی هم خیلی خوشمزه است. اکرم قبلا آموزشش رو گذاشته، شامی با مرغ بود. حالا این سری قراره شامی با گوشت ما، اگر دوست داشته باشید ویدیوشو بگیریم. اینم از خشکار خوشمزه که میریم آموزشش رو ببینیم چه جوریه. دوستای عزیز اومدیم برای آماده شدیم برای آموزش رشته خشکار. برای رشته خشکار محلی که داخل خونه خودتون درست کنین که هم به آدم مزه میده که خودش هم درست میکنه، کار دست خودش میخوره، خیلی هم بهش خیلی خوشمزه هست. منم که عادت دارم همیشه تعریف بکنم ولی واقعا تعریف داره. بیاین تشریف بیارم براتون درست کنم بعد ببینید که واقعا تعریف داره. آرد برنج میخوایم، آرد گندم میخوایم. حالا آرد گندم رو میتونید از قنادی ها تهیه بکنین، آرد سفید و آرد برنج. من معمولا برنج همیشه نیمه دانه سر فصل برنج که میشه نیمه دانه میخرم، قشنگ میشورم، بعد روی پارچه میریزم، خشکش میکنم، دوباره میریزم تو سینی، آبش که گرفته شد میذارم روی بخاری، قشنگ خوش میشه، مثل اینکه اصلا کلا مثل برنج اول که اصلا انگار شسته نشده، یه همچین چیزی. قشنگ خشکش میکنم، بعد میدم آرد میکنم که هم اون خاک برنج گرفته میشه، هم آردش خیلی سفید میشه. من آرد برنج اونجوری تهیه میکنم. در غیر این صورت اونایی که براشون سخته یا براشون امکانش نیست میتونن آرد برنج آماده رو از بیرون بگیرن. اونا هم خلاصه نمیگم بده، اونا هم مثلا خب خوبه دیگه آرد برنج. بعد اینکه برای رشته خشکار آرد برنج، آرد گندم، آرد برنج با هر چیزی که میخواین این مواد رو آماده بکنین، با هر پیمانه، همون پیمانه‌تون باید تا آخر باشه. یعنی اگر با این پیمانه، مثلا من با این پیمانه اندازه میزنم برای رشته خشکار، تعدادی که مثلا حال هوش فکر کنم 30-40 تا میشه، میتونم باش درست کنم، با این پیمانه میزنم. و با این پیمانه مثلا آرد برنج زدم، با همین باید گندم بزنم، با همین باید بهش شیر اضافه کنم. شیر که رشته خشکار که با شیر درست میکنی خیلی لطیف میشه و مدت ها میمونه و خیلی هم لطیف میشه. میتونین درست کنین، قشنگ بسته بندی کنین، بذارین فریزر. هر وقتی زمانی که هوس کردین یا یه وقتی یه مهمانی سرزده اومد، میتونین راحت بیارین از فریزر بیرون سرخ کنین، انگار که همون روز اول درست کردین، یعنی همون کیفیت رو داره. بعد برای اندازه موادش اینطوره که یه پیمانه آرد برنج میزنین، 2 تا پیمانه همون اندازه باید آرد گندم باشه. یعنی این پیمانه اگه سرپر زدین، آرد برنج گندمتون هم باید سرپر. یه پیمانه برنج، 2 پیمانه گندم، شد 3 تا. درسته. بعد اون 3 تا پیمانه رو شیر میزنین. حالا اونایی که اگه یک زمان شیر در دستش نبود، دوست داشتن که هوس کردن که درست کنن، میتونن آب بزنن. آب وقتی که رشته خشکار درست میکنین همون روز تازه سرخ میکنین، خوبه، میتونین بخوری، بهت مزه میده. ولی اگر بمونه دیگه اون رشته‌هاش خشک میشه. هر زمانی هم سرخ کنین همیشه خشک و برشته است، ولی شیر همیشه اون لطافت رو داره. پس یه پیمانه برنج، 2 پیمانه گندم، شد 3 تا پیمانه باید به شیر اضافه بکنیم. برای عطرش میتونید یه زمانی اگه دوست داشته باشین بهش گلاب، اگه از طعم گلاب خوشتون نمیاد یه ذره بهش وانیل اضافه کنین، خیلی خوش عطر میشه، مواد خیسش به آردش اینا. من همیشه پیمانه سومی که میخوام شیر بزنم، نصفه آخرشو گلاب میزنم، با همون شیر قاطی میکنم، میریزم 3 پیمانه رو. خب بچه‌ها، آرد برنج من یه پیمانه ریختم، الان 2 تا پیمانه هم آرد گندم بهش اضافه میکنم. الک بکنین، چون که با اون دستگاهی که میخوایم درست کنیم اگه خوب الک نشه، آردتون گلوله بمونه، از اون دستگاه از سوراخش نمیاد بیرون، بعد شما رو اذیت میکنه. به خاطر همون حتما الک کنین، قشنگ هم بزنین که بذار شما رو توی ریختنش اذیت نکنه.
اگه بخوایم بیشترش مواظب باشین که اگه از اون حد آرد بیشتر بریزین یا شل میشه، اگه کمتر بریزین سفت میشه، شما رو اذیت میکنه. پس باید همون میزان آردتون چقدر هست چقدر میریزین، شیرم همون جوری بریزین. یه چند بار که درست کنین غلظت اون چیز این غلظتش به دستتون میاد که چقدر باید بریزین. راستی بچه‌ها اگه این گلاب الان شرکتی، خب اگه گلابای داتشه دارین یا گلاب اصل که مال خود کاشان هست دارین، یه زمانی ستاره برای ما از کاشان آورده بود، خیلی خوبه. اون یه قاشق هم میریختی خیلی عطر میداد. به خاطر اون یه وقت نرین اونو این نصف لیوان بریزینا، زیاد میشه. اونو میتونین یه قاشق مثل وانیل مثلا بهش اضافه کنین. بعد سعی بکنین که با همزن، حالا همزن دستی اگه باشه، اگه یک زمانی نداشتین اشکال نداره با قاشق یا چنگال هم بزنین، ولی با این خیلی قشنگ آرد باز میشه. و اگه تونستین دلتون خواست حتما سعی بکنین از این شیرا بخرین که بهتون بگم چیکار کنین، به کارتون میاد. پاکتی نخرین، بطری بخرین، از این بطری هایی که از این درا داره، پهن درش داره. اینو قشنگ هم میزنین تا یک دست بشه. برای این مواد خیلی خوبه که یه شب جلوتر آماده کنین. مثلا آخر شب آماده کنین برای فردا صبح درست کنین، یا صبح آماده کنین برای شب درست کنین. هرچی این مواد بمونه خودشو میگیره، آرد قشنگ باز میشه و به عمل میاد. میتونین هم 1 ساعت درست کنین، ولی هرچی بیشتر بمونه بهتره. البته بیرون نذارین تو گرما، بذارین تو یخچال. الان بچه ها این دیگه یک دست شد، اینو میذارم یخچال. بعد از یخچالم در آوردم میخوام بریزم توی بطری، بازم دوباره چیکار میکنم؟ قشنگ همش میزنم یک دستش میکنم، بعد میریزم تو بطری ازش استفاده میکنم. پس اینو میبریم دیگه میذاریم یخچال. خب بچه ها اینو گفتم نگه دارین که نیازتون میشه. حالا اگه یک زمانی تو خونه دستگاه نداشتین، دستگاهی که برای رشته خوشکار میخوای اون دستگاه تجهیزات داره. من همه معمولا سعی میکنم برای هر کارم تجهیزاتش رو آماده بکنم. حالا این هویه کاری، کسایی که هویه کاری میکنن دستگاه هویه دارن، اگه دستگاه هویه داری که خیلی خوبه، فقط مواظب باشین نگه دار که داغ بشه، جایی نذاری بسوزونی. حالا کابینت داری جایی بگی نگه دار تو دسته، اینو بذارید داغ بشه. اگه هویه نداشتین، دستگاه هویه نداشتین، یه دونه میخو بچه‌ها، چاقو ماقو نه، چون اون خوب انجام نمیده، باز میشه. یه دونه میخو با انبر بگیرین کنار روی گاز نگه دارین، شورش قشنگ داغ شد. این سر که داری به فاصله حال و حوش فکر کنم 6 تا میخوره، 6 تا اینو سوراخ میکنین. هر یه سوراخ بلا فاصله گوش پاک کنم. ببین گوش پاک کنم 3 تا دونه گوش پاک کن میخوایم. سرته شد صدا جان تو به این بر اینو نگه دار. خب من نگه دارم. موضوع دست نه این داغه. آره اون داغه مادر. این سر این ور اون ور گوش پاکانو بزنین با قیچی. خب اینو از وسط نصف کنین، نگاه کنین. این شد 2 تا. پس ببینید تو خونه میتونید با چیزایی که دارین این دستگاه رو درست کنید. حالا شاید بیرونی آمادش خیلی راحت تر باشه یا شاید تمیزتر هم حتی در ولی تو خونه فرقی در تمیزی نداره، چون من سالها نه به خدا سالها با همین درست کردم. بعدها یه بار رفتم رشت رفتم از گذرا از پلاستیکو که رشت شدم، دیدم که یه همچین چیزی هست. گفتم این چقدر خوبه، چیه؟ گفتن که این برای رشته خوشکاره. من اینو گرفتم دیگه، گرفتم راحت شدم. ولی اینم یه مدت که استفاده میکنیم، یه چند بار در شل میشه، بعد میبینیم مواد میریزیم، میایم بریزیم، این در باز میشه، همه مواد میریزه. نمیخوام شما به اون درجه برسین. یه زمانی اگه از این گرفتین و استفاده کردین، بعد از چند بار استفاده از این نوار برق بگیرین، دور تا دور این نوار برق بزنین. نوار برق چند دور اینو بپیچونین، این دیگه میبندین سفت، اصلا تکون نمیخوره دیگه، خیالتون راحت. این از این هم شاپرک جون من همیشه فیلمای ما رو دیده، دستتون در نکنه، قربونش برم. البته قربون همه شمایی که به ما توجه میکنین، به ما انرژی مثبت میدین، صدا جان ما رو حمایت میکنین. حواسش بود اینو دید که من رشته خوشا درست کنم، این دستگاه رو اون بر من خرید، سوغات آورد داشت میومد. اینم یادگار شاپرک جون. تا حالا ولی ازش استفاده نکردم، میخوام حالا استفاده کنم ببینم چی میشه. نه خواهر جان، این باید یه ذره میزان، باید همون لحظه اون یکی رو بزنی. اینو وقتی میذارین همینجوری که سوراخ کردین، بلافاصله باید نگاه کنین، یه سوراخ کردین بلافاصله اینو بندازین. اگه معطل کنین اون صفر میشه، دوباره این نمیره توش. باید تا داغه. آره اینقدر باید ببین، نصف داخل نصف
بیرون. اینه که همون لحظه میزنین این همونجا صفر میشه، چون پلاستیکه، اونم پلاستیکه. چه جالب. آره بعضی اوقات میبینی یه ذره شل میشه، باید بدن چسب بزنی. عجیبه. سعی کنین تو یه ردیف بزنی. عجیبه امیرعلی. اون شم میاد. میسوزونه دیگه، پلاستیک رو داره میسوزونه دیگه. آره بسه بیاد. مدلش مدلش به این شکل. آره به این شکل یه ذره با دقت‌تر. الان من یه ذره عجله زدم خانوما، با دقت‌تر ردیف تو یه ردیف میزنیم. وقتی که زدین چسب رازی، این دورش از بیرون دور تا دورش چسب رازی بزنی، این دیگه همینجا قشنگ صفر میشه. اگه یه دونه هم یه ذره سوراخش چون گشاش شده مثلا شل شده، اون همون چسب اون رو صفر میکنه. بذارین چند دقیقه خوش بشه، مواد بریزین، ببندین، این همین کار رو انجام میده. اون یکیش یه ذره شده و باید چسب بزنین. آره این دستگاهی که میتونین اگه احیانا دسترسی نداشتین از اون بخرین بر خودتون درست ما کنین. همیشه خوشکارهای اکرم جون رو میخوریم و خیلی دوست داریم و کیفیتش هم واقعا بالاست. اگر بیرون بریم مثلا جایی بخوایم، حالا کافه جایی بریم بخواد خوشکار سفارش بدیم، واقعا به دلمون نمیشینه. هر دفعه من یه ایرادی از مثلا شیرینیجات بیرون میگیرم. یکیش این که خیلی وقتا یا جوز یا دارچینشو خیلی زیاد میریزم و کلا طعم خیلی خوبی نمیده به نظر من. اکرم حالا مقدارشو همیشه به اندازه میگیره و حالا مقدار حتی شیرینی خود اون خوشکار جوریه که ما واقعا دوست داریم. حالا موادش هم سلیقه‌ایه، هر کی به روش خودش درست میکنه، ولی نظر من اینه که با این مواد خیلی خوشمزه‌تر میشه. محبت داریم. انشالله که قسمت بشه هر کدومتون تشریف آوردین ما برای شما درست کنیم و از شما پذیرایی کنیم. برای مواد داخلی میتونین گردو، یه بارم آموزش قبلی هم گفتم، یا از هر مغز دیگه ای، ولی گردو از همه اونها بهتر مثلا خوشمزه تر میشه. آره. ولی یه زمانی تو خونه فندق داشتیم، پسته داشتیم، بادام داشتیم، با هر مغزی میتونین این مواد داخلی رو درست بکنیم. گردو قشنگ چرخ میکنیم، خرد میکنیم، میریزیم. درشتی و ریزیش به خودتون بستگی داره، خودتون مربوط بستگی داره. بعضی درشتر دوست دارن به دندون بیاد، بعضی دوست دارن ریز باشه. اونم من یه حد وسطی که نه زیاد درشت باشه نه زیاد ریز. گردو میخوایم، جوز هندی میخوایم، مغز هل میخوایم که من با پودر قند آسیاب میکنم. دارچین میخوایم برای مواد داخلی، گردو، مغز هل، جوز هندی، دارچین و پودر قند. حالا اگه یک زمان تو خونه پودر قند نبود میتونین شکر رو پودر کنین. من شکر رو بازم تو مونکس میریزم، قشنگ چند دور میزنم، اونم قشنگ پودر میشه. من از بیرون معمولا میگیرن اون شکری که به دندونم میاد. آره همینو میخواستم بگم. اکثر موقع اگر بیرون شما بخواید سفارش بدین یا بگیرین کلا با شکره، یعنی اون شکر به دندون میاد یه جوریه که شاید همه پسند نباشه، واقعا همه دوست نداشته باشن. منم تا زمانی که این مدلیشو نخورده بودم به همون قانع بودم، ولی الان که میدونم اینجوری هم میشه درست کرد دیگه اون حالت شکر رو دوست ندارم. اگه اینجوری درست کنه اصلا دیگه بیرون نمیخرم، مگر اینکه از خونگی بخرن. داریم کسایی که مثلا خونگی هم درست میکنن، واقعا خوشمزه. و فرقش هم اکرم داشت اون لحظه توضیح میداد، من دیگه نخواستم اون لحظه صحبت کنم. در مورد بافت خود خمیرم واقعا اینطوره که اگر بچه‌ها شیر بخواین اضافه کنید خیلی متفاوت تر از اون چیزی میشه که با آبه. شاید یه موقع در دسترس نباشه بخواین همونجوری درست کنید و لذت ببرید، ولی واقعا با شیر یه چیز دیگه است. هم خمیر روشن‌تری داریم، هم بافتش خیلی لطیف‌تر و خوشمزه تره. من اون مدلی رو امتحان کردم، همیشه خشکه، یعنی اون خشکی رو من سلیقه من نیست. شاید بعضیا دوست داشته باشم ولی سلیقه من اون مدل مثلا بافت خشک نیست واقعا. آره واقعا اون خیلی خشک میشه. آره پشتم داشته باشین. گردویه. آره خیلی گردوی جالبیه. چرا این تاثیر داشت اصلا؟ نه خیلی. ستاره خیلی همیشه صادقه و اسمش شد صادق هدایت.
بچه‌ها بعضیا مغز هل رو میخوان خرد کنن یا دستگاه آسیاب ندارن یا یه وقتای آسیابشون نمیگیره. نگاه کنیم مغز هل رو همینجور با همین حالت پوست با پوستش من تو همون موینکس یه ذره قند یه 2 تا دونه قند بهش بندازین موینکس کنین. اگه قندم نداشتین یه قاشق شکر نگاه کنین. من الان قد پیدا نکردم یه قاشق شکر ریختم. قیافشو که کارش درست انجام شده و یه حس غروری قشنگ اینا با غرور قشنگ اینا ولی خدا وکیلی راست میگه. منم اصلا نمیتونستم قبل از اینکه بگی که با قند انجام میشه خوب آسیاب میشه منم بلد نبودم. اصلا زودم آسیاب میشه. با آسیاب هم میخواین کلی زمان میبره ولی این سریع آسیاب میشه. یه قاشق از این ریختم، یه قاشق دارچین ریختم، یه ذرم جوز هندی هم که سداره جان گفتم نیار نه دیگه خواهرمه. اینم رنده ببین نگاه کنید زیاد نه به اندازه‌شون جوز هندی اگه زیاد رنده کنید زیاد بریزین تون میشه آدم میگیره. نگاه کنید به اندازه همینی که نگاه کنید چقدر چقدر جالبه داخلش. آره اینقدر بس. چشمی بیشتر باید من چون آره بیشتر بعد بچشین یه وقتایی هم بزنین قشنگ بچشین ببینین که مزهش براتون چطوره. بچه پشت این بغل یه نیاز و خواهشی هم هست. بیاین من دوبلش کنم. بیا با من بازی کن. بیا با من کشتی بگیر. اگه با من کشتی بگیری عاشقت میشم. این 3 تا جمله در این بغل بود. خودش هم داشت. بچه‌م اومد اینجا که با من بازی کنه دیگه. پودر قندم حتما الک بکنین چون توش درشت هست. بعد اونجا تو مواد خوب هم نمیخوره شما رو اذیت میکنه. برای این یه لیوان و نصف پودر قند بریزین بعد شیرینیشو بچشین. اگه شیرینی دیگه اضافه نکنین. برای الان ریختن رشته خشکار اگه تابه بزرگ دارین که خیلی خوبه. اگه نداری از این تابه‌های 2 در هست گریل هست از اون تابه‌ها دارین تو یه طرف اونم خیلی خوب در میاد. تو میتونین بذارین رو شعله کم گاز یه ذره داغ بشه. شعله کم باشه خیلی زیاد نباشه. آره اینم شعله‌ش بچه. یه ذره پنبه فقط بهش روغن بزنید اینجوری. میشه روغن و اسپری هم بکنم؟ آره نه خیلی میشه. باید حتما با پنبه فقط اینو یه ذره زیر تابه رو چپ بکنم. تابه یه ذره زیاد داغ شد دستش بند بود. بعد این موادی که ریختین نگه میدارین قشنگ بالا سر تابه. فقط تون باید دستتون تون بچرخه. این از رشته خشکار رشته رو میریزیم میمونیم تا بسته بشه. این حالت سفیدی شیریش به حالت حساب کنید خورده کدرتر شد یعنی از اون حالت رنگ سفیدش در اومد میتونیم برداریم. اینجوری مستطیلی بریزین بعد دورشو بچرخونین بعد اینجوری براتون تا کردنش راحته. ولی اگه گرد و پهن بریزین اونجوری میخواین تا بکنین یه خورده براتون سخت میشه. نگاه کنید این بچه که تا آخرین مرحله آره نگاه کنید تمام رنگ سفیدش رفت. خیلی راحت با دستتون. البته اگه دستتون ضد ضربه ضد برق هست نگاه کنید 2 طرفشو میاریم جلو. این حالت مواد رو میریزیم وسطش این طرف این ور 2 طرفش رو میبندیم. این رشته خشکارم بچه‌ها جون اگه 2-3 بار دیدین پاره پوره شد اگه موقع ریختن یه وقتایی میبینی که اون یک سره نمیتونین بریزین نقطه میشه اون باعث میشه که اصلا نمیتونین تاش کنین بسته نمیشه. 1-2 بار خراب میشه ولی باید تون امتحان بکنین تا بتونین دستتون. ولی من چون دیگه الان خیلی وقت درست میکنم دیگه خدا شکر اولی هم خراب نمیشه. این برای ریختن نگاه کنین اول حالت مستطیلی بریزین بعد همینو گردش کنین. یه زمانی اگر یک سره نتونستیم بریزین خورد شد خراب شد اشکال نه دورم نیزین اون حالت سفیدیش که برطرف شد بعد همونجوری هم خورده به رشته است دیگه خیلی خوشمزه میشه. حیفه شیر داره آب داره چه شیر داره گلاب داره میگی گوجه داره نه گلاب داره. این حالت سفیدیش کلا رفت.
میتونیم راحت برداریم. هر چند باری که درست میکنیم میتونیم همون پنبه‌ای که همون روغن داره دوباره یه ذره زیرش رو چرب کنیم. ولی تابتون حتما تفلون باشه که نچسبه. یا بعضیا توی خود رشته خشکار اونایی که درست میکنن تو سینی‌های مسی درست میکنن. البته اونا هم میگم قلق داره، سینی‌هاشون حتما صیقل باید داشته باشه، بعد قشنگ داغ بشه، فضا داشته باشن. دو طرفش رو میبندیم. چون داغ آخه. چه؟ چون همیشه سرشو میندازه با دقت. چون رشته خشکار سفارش ستاره هست یه ذره پرملات براش ریختم. اینایی که آماده کردیم رشته خشکار رو بستیم، بعد تابه رو داغ میکنیم، یه خورده روغن میریزیم بچه‌ها. میریزیم قشنگ داغ شد. میتونیم درست کنیم قشنگ بسته بندی کنیم بذاریم فریزر، هر وقت یه مهمانی اومد بیارین تازه سرخ کنیم، اصلا مثل روز اول قشنگ سرخش کنیم، نوش جان کنیم. خیلی عالی میشه امیرعلی. بچه‌ها خشکار رو به این میگن خشکار، اگه مواد نباشه میشه رشته. آفرین. بعد اینجوری حتما باید سرخ بشه، یه موقع فکر نکنید خام قابل خوردنه، چون به هر حال اون آرده کامل که پخته نشده. آره آفرین. بعدش هم که بعضی حالا سرخ میکنن دوست دارن که یه خورده مثلا شهد داشته باشه، میتونن از قبل یه شهدی آماده کنن، بعد اینو بعد از سرخ کردن توی شهد بغلتونن، اونجوری استفاده کنن. ولی ما دیگه هم به خاطر قندی که داره بالای، هم خلاصه اینجوری خیلی دوست داریم که همینجوری برشته بشه و اینجوری بخوریم، اینجوری مصرف کنیم. من زیاد شهد دوست ندارم، حالا بعضیا ولی دوست دارن یا اصلا خوش نمیتونن بخورن شهد آماده. آقا شما خشکار دوست داری؟ آره. الان منتظری که قسمتت بشه، حالا سرش موندی. واقعا حقش هست. از اول تا آخر ویدیو با دقت نگاه کرد، الان فکر کنم خودش بلده درست کنه. نه این که نه. نه اون که نه. فقط دیگه عمه درست کنه، سرخ کنه، امیرعلی نوش جان کنه. هم میتونین برشته تر درست کنین، هم میتونین کم سرخ کنین. خوبه؟ بچه‌ها جون، اینم از خشکار اکرم پز. امیدوارم که دوست داشته باشید. مرسی که مثل همیشه همراه ما هستید. تو این ماه رمضان درست کنید کنار عزیزانتون، لذتشو ببرید. مرسی از اکرم عزیزم که همیشه با همه مشغله هایی که داره در کنار منه، سعی میکنه که آموزش های خوشمزه براتون ویدیو بگیره. اگر دوست داشتید بگید که آموزش اون شامی خوشمزه رو براتون دوباره بذاریم. دست امیرعلی عزیزمون در نکنه، امروز کنار ما بود. کلی همراهی کرد، کمکمون کرد تو این آموزش. امیرعلی حرفی نداری بر دوستان؟ دارم همه ستاره حمایت کنید. الهی حمایت کنید بچه‌ها. قربونت برم من. دوستای عزیز انشالله که تونسته باشیم روز خوبی رو برای شما ساخته باشیم و انرژی خوبی بهتون داده باشیم. خیلی شما رو دوست داریم، از این کنار ما هستین، ستاره جان ما رو خیلی حمایت کنین و امیدوارم که همونطور که ما با تمام عشق به شما انرژی مثبت میدیم، شما همین که ما رو همراهی میکنید به ما انرژی مثبت میدید. انشالله که خوشتون اومده باشه، روز خیلی خوبی داشته باشید. بچه‌ها جون، این چای رو آوردم که بهتون یادآوری کنم که حتما در کنار رشته خشکای چایی خوبم بخورید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودین. امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه، آموزش براتون مفید باشه. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.